به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت شما دوستان گرامی. در این بخش از ویدیوها کتابها را رخوانی می کنم. امید است که کمکی در مسیر علم و آگاهیتان باشم. اولین کتابی که رخوانی می کنم کتابی است هیچ ملاقاتی تصادفی نیست، اثری است از هاکان منگوج، نویسنده مشهور ترکیه. در ابتدا در مورد نویسنده، بسیاری از مردم ترکیه هاکان منگوج را به عنوان نویسنده، موزیسین و سخنران می‌شناسند. او آموزش‌هایی را که بر اساس فلسفه صوفی بنا نهاده شده است با دو کتاب من نی هستم و دلت که پاک باشد داستانت پایان خوشی خواهد داشت تا کنون به گوش بیش از صدها هزار نفر رسانده و چی در داخل کشور و چی در خارج از کشور با سمینارهایی که برگزار کرده در دل میلیون ها نفر خود را جای داده است. کتاب‌های او به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فارسی، بلغاری، آلبانی و روسی ترجمه شده است. این نویسنده جوان که به عنوان استاد و رئیس اکادمی صوفی در ساختار دانشگاه آمریکایی گرینه قرار دارد، هنرمند نینواز نیز هست. نینوازی‌هایی به اشتراک گذاشته‌اش در شبکه‌های اجتماعی به دید میلیون‌ها نفر رسیده است. فلسفه حیات. او چنین اظهار می‌کند که فلسفه حیات بر پایه امیدواری و سهیم کردن دیگران در این امید قرار دارد. همچنین ادامه می‌دهد امیدواری به معنای مثبت‌اندیشی صرف نیست، به معنای نادیده گرفتن تراژدی‌هایی که در زندگی با آن مواجه می‌شویم هم نیست، بلکه امید به معنای دیدن هر احتمالی است. یعنی به جای نشستن گوشه خانه و کفر و ناسزاگویی هر کاری که برای خوب شدن از دستت برمی‌آید انجام بده. هاکان منگوج این گونه بیان می‌کند که برای ایجاد امید روی زمین حتی یک نفر هم کافی است و تازه تو می‌توانی این فرد باشی. این گونه توی جدید و تازه از تو متولد می‌شود و بعد توی دیگر و همان طوری که تو توسعه می‌یابی به ما تبدیل خواهی شد. از این رو هاکان منگوج از این تفکر که به جای ناسزا گفتن به تاریکی شمعی روشن کن دفاع می‌کند. نویسنده جوان با گوش سپردن به سخنان اساتیدش شمعی را که روشن کرده برای روشنایی بخشی و مسیر دیگران به عنوان آرزوی خود قرار داده است و در این راه امیدوار است برای روشن کردن شمع وجود دیگران به آنها جسارت ببخشد. همانطوری که مولانا گفته است یک شمع وقت شمع دیگر را روشن می‌کند از نور خود چیزی نمی‌کاهد، برعکس وسیله‌ای می‌شود تا به تاریکی‌ها روشنایی بخشد. این بود مقدمه درباره نویسنده کتاب هاکان منگوج و شروع کتاب. هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. تقدیر انسان را رها نمی کند. لحظه به لحظه از نو شروع می شود. لحظات فرا می رسد که در حال انجام دادن کاری هستی که گفته بودی هرگز انجام نمی دهم. چیزی را تحمل می کنی که می گفتی هرگز تحمل نمی کنم. لحظاتی را دوست خواهی داشت که گفته بودی هرگز دوست نخواهم داشت. و یک باره می گذاری و می روی. وقتی تصور می کردی هرگز نمی توانی بروی. در زمانی می گویی مردم اما باز زندگی می کنی. در هر آزمون و در هر سفر به خودت نزدیک می شوی. ملاقات ها به جوهر تقدیر تبدیل می شود. هر دیدار به منزله گره به گره بافتن داستانی آزمون دیگر است. یک باره در جایی و در زمانی بعضی ها می آیند و بعضی ها از زندگیت می روند. وقتی به این فکر می کنیم که معنای همه اینها چی است، خود را در داستانی می یابیم که در آن با خود قهر کرده ایم. نگاه می کنیم و می بینی در داستانی خودت مسافر هستی. هر مسیری به تو ختم می شود و هر کسی
که دوستش داری تکه ای از تو است. یعنی در واقع به تکه ای از خودت در دیگران جذب می شوی.